متاسفانه در نیم سال اول سال 2022 39 حالت زیاد به قید گرفته شده است. اما یک چیز را باید خاطر نشان کنیم که همین 670 حالتی که جنایتکاری از طرف نوجوانان و جوانان به قید گرفته شده است، یعنی حالت نه که 285 نفر نسبت به همین دوره سالی گذشته صادرشوی جنایت از طرف جوانان کم شده است. این معلوماتی که ما از رئیس کارهای داخلی با ما دسترس شده است، این معلومات عمومی. شماره جوانان زیاد اشتراک کنوش کم شده. کم شده. 285 نفر کم شده نسبت به دوره سالی. 600 چند جنایت گفتین؟ 670 حالت. جنایت نه حالت بخیر. 39 تا زیاد ها؟ نسبت به همین دوره سال گذشته 39 حالت زیاد شده. خودکشی جوانان چقدر؟ یک دقیقه دیگه. این همین چی را بگه تمام. خدمت شدنی من را جواب. و از روی معلومات عمومی و سهم شما رسانیم. در رفت ما سوال شما را جواب میدیم.